الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الميامين الأخيار المنتجبين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ابتدا فرارسیدن این عید بزرگ را به همه شما، به همه مسلمین، به همه جامعه بشریت تبریک عرض می کنم. از خدای متعال متضرعانه می خواهیم ما را شکرگزار نعمت نبی رحمت قرار دهد. قرآن کریم نبی رحمت را نعمت نامید، اونجا که فرمود: واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. پروردگارا ما را شاکر این نعمت بزرگ قرار بده. از این آیه و بسیاری آیات دیگر استفاده می کنیم که پیروی از رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به معنای وحدت، برادری و اخوت است. جامعه‌ای میتواند ادعای پیروی کند از رسول اکرم که جامعه برادر، یک پارچه و یک دل باشد. اونجا که می‌فرماید خدای متعال: ان الذين فرقوا دینهم و كانوا شیعا لست منهم فی شیء. به صراحت اعلام می‌کند قرآن کریم که اون جامعه‌ای که جامعه پراکنده باشد، جامعه چند دسته، جامعه پرستیز، جامعه مختلف و پراکنده در اون شکافته باشد، چنین جامعه‌ای با تو پیوندی ندارد. ان الذين فرقوا دینهم و كانوا شیعا لست منهم فی شیء. علامت پیروی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این است که جامعه متحد باشد. من در اینجا ضمن تشکر از علامه مولوی عبدالحمید ایده الله تعالی، همه علمای بزرگواری که مقدمات این اجتماع عظیم رو فراهم کرده اند، علمایی که با جدیت و تلاششون پرچم وحدت رو به اهتزاز در آورده اند، تشکر میکنم. از همه شما بزرگوارانی که در این هوای گرم، در این اجتماع بزرگ که قطعاً مورد توجه ولی عصر و ائمه اطهار و در رأس همه وجود مقدس رسول رحمت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است، به همه شما تبریک عرض می‌کنم که این اجتماع رو که نماد وحدت جامعه اسلامی ماست، نماد نزول رحمت الهی بر ماست، تشکیل داده. مطلبی رو عرض میکنم در حقیقت در تحلیل وحدت. این وحدتی که ما میگیم وحدت جامعه اسلامی به چه معنی است و چرا در این آیه کریمه سوره انعام که تلاوت کردم: ان الذين فرقوا دینهم و كانوا شیعا لست منهم فی شیء، چرا چنین مطلبی اعلام شده قبل از آیاتی که می‌فرماید: قل ان صلاتی و نسکی
و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. این آیه، قبل از این آیه قرآن کریم معنای وحدت جامعه اسلامی رو مطرح می کند که اگر جامعه اسلامی دچار پراکندگی شد، دچار تفرقه در دین شد، چنین جامعه‌ای پیوندی با رسول اکرم ندارد. این نکته رو اینجا از این فرصت، از این جمع وحدت آفرین، از این اجتماع پرشکوه نماد وحدت جامعه اسلامی بهره میگیرم، مختصری پیرامون وحدت عرض میکنم. وحدت چند مرحله دارد که در اینجا به دو مرحله بنیادین وحدت اشاره میکنم. نخستین مرحله وحدت جامعه اسلامی میثاق است. اونجا که خدا فرمود در سوره مائده واذکروا نعمت الله علیکم، همین نعمتی که در اون آیه دیگر میفرماید فاصبحتم بنعمته اخوانا، واذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا. این میثاق است. یعنی مسلم وقتی که میگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله، با گفتن شهادتین میثاقی با خدا و رسول میبندد و اون میثاق سمعنا و اطعنا است. این میثاق که میثاق وحدت است در حقیقت، چون میثاقی است که بر اساس این میثاق ما رهبری واحدی را در جامعه اسلامی میپذیریم که رهبری محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. همه رهبری های دیگر، همه ولی امرهای دیگر، همه فرمانروایان دیگری که بعد از رسول اکرم می آیند، همه جانشینان رسول اکرمند. همه از ولایت امر رسول اکرم مایه میگیرند و شاخه میگیرند و فرع اون ولایت کبرای عظیم محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. و این اساس وحدت جامعه اسلامی است که یک وحدتی است بر اساس میثاق، بر اساس سمعنا و اطعنا، بر اساس اسلمنا. این اسلام اول است. کسی که وارد جامعه اسلامی می شود، شهادتین می گوید، وارد جامعه اسلامی بر اساس میثاق می شود. این وحدت میثاقی است. این نخستین گام وحدت. لکن این وحدت که نخستین گام وحدت است، مقدمه است برای اون وحدت حقیقی. چون در قرآن اسلام، در قرآن بزرگ ما، به دو نوع اسلام اشاره شده: اسلام اول و اسلام آخر، یا بگید اسلام اعرابی و اسلام ابراهیمی و محمدی. اسلام اعرابی آن است که فرمود قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. عده‌ای هستند میگن اسلمنا، عده‌ای هستند میگویند سمعنا و اطعنا، ولی عمل نمی کنند. و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا در سوره نور، و یقولون آمنا بالله و الرسول و اطعنا ثم یتولی فریق منهم من بعد ذلك و ما اولئک بالمؤمنین. اینا اسلام دارند، منتها اسلامشون اسلام اعرابی است. قالوا اسلمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. این قولوا اسلمنا یعنی چون اسلام شما
اسلام اعرابی اسلامی است که سمعنا و اطعنایش سمعنا و اطعنای به زبانه، اما در عمل سمعنا و اطعنا نیست. اون ایمانی، دقت کنید اینجا یکی از بزرگان که سخنرانی فرمودن اینجا استفاده کردیم، گفتن ملاک ایمان محبت است. این بحث مهمی است. اگر این ایمان تبدیل به محبت شد، هم در قرآن کریم هم در روایات متواتر رسول اکرم که هم در منابع اهل سنت هم در منابع شیعه آمده، از این اسلام اگر بخواهیم به اسلام ابراهیمی منتقل بشیم یه شرط دارد و اون شرط این است که محبت رسول خدا و محبت پیروان رسول خدا، محبت اهل بیت رسول خدا، محبت پیروان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اگر این محبت در دل جای گرفت، والذی بعثنی بالحق در یک روایت، والذی نفسی بیده در روایت دیگر، لا یؤمنن احدکم حتی اکون احب الیه من نفسه و من ماله و من الناس اجمعین. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من نفسه و ماله و من الناس اجمعین. هم در صحیح بخاری است، هم مسلم روایت کرده، هم در روایات مرویه از اهل بیت رسول اکرم این روایت با این مضمون با مضامین متعدد آمده و هم در قرآن کریم صراحتاً آمده است: قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و مساکن ترضونها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بامره. در قرآن هم تصریح شده به این معنی. اگر این اسلام اول که اسلام میثاق است این وحدت ایجاد می کند، منتها وحدت میثاقی، وحدت اعتباری، وحدت شناسنامه‌ای. همه ما رو تو شناسنامون می نویسن مسلم، شهید ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله. تو شناسنامه ما می نویسن مسلمان، مسلمان می شویم، وحدت پیدا می کنیم، منتها این وحدت شناسنامه‌ای است، وحدت اسلام اعرابی است اگر به اون وحدت بعدی نرسیم. وقتی که این میثاق تبدیل به وحدت حقیقی بخواد بشد، باید این میثاق تبدیل به محبت بشود، محبت رسول خدا صلی الله علیه و آله. این وحدت وقتی تبدیل به محبت شد، وقتی تبدیل به محبت محمد و آل محمد شد صلوات الله علیهم اجمعین، تبدیل به اطاعت میشه. این اسلام مقدمه اسلام دوم میشود. اسلام دوم چه اسلامی است؟ و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخرة لمن الصالحین اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. این اسلام ابراهیمی است. این اسلام با اون اسلام اعرابی متفاوته. این اسلام ابراهیمی است که در سوره صافات فرمود ولما فرمود فبشرناه بغلام حلیم، فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصالحین الصابرین فلما اسلم وتله للجبین ونادیناه ای یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین. فلما اسلم، چه وقت اسلم؟ وقتی که ابراهیم حاضر شد فرزندش رو در راه اطاعت خدا سر ببرد. وقتی که فرزندش به پدر فرمود یا ابت افعل ما تؤمر،
ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. وقتی که پای اطاعت محض پیش آمد، این اطاعت محض نتیجه محبت است. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر این اسلام ابراهیمی حاصل شد، اگر اسلام سمعنا و اطعنای عملی، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله والرسول ولا تولوا عنه وانتم تسمعون، آیات سوره انفال. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله والرسول ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. چقدر قرآن کریم تأکید دارد که شما به زبان تنها نگویید سمعنا و اطعنا، در عمل سمعنا و اطعنا باشید، پیرو باشید، اطاعت کنید از دستور خدا و رسول. این اطاعت از دستور خدا و رسول است که اون جامعه وحدت میثاقی را تبدیل به یک جامعه واحد حقیقی می کند. در اینجا واحد تبدیل به واحد حقیقی میشه. یه جامعه واحدی تبدیل می شود که رسول اکرم در وصف این جامعه واحد فرمودند مثل المؤمنین فی توادهم و تعاطفهم و تراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تضاعت له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. از امام صادق صلوات الله علیه روایت است که فرمود المؤمن اخو المؤمن من ابیه و امه. بعد در روایت است شخص آمد خدمت امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله، گاهی صبح می کنم در حالی که احساس غم در دلم می کنم، خود را غمگین می یابم، برای این غم سببی نمی شناسم، اتفاقی رخ نداده اما در دلم بار غمی احساس می کنم. امام صادق فرمود علت این غم این است که مؤمنی در یک نقطه از نقاط جهان در رنجی به سر میبرد، درد میکشد، رنج اون مؤمن در دل تو تبدیل به این بار غم میشود. این چنین است رابطه مؤمن با مؤمن دیگر، این چنین است رابطه جامعه اسلامی، افراد جامعه اسلامی با یکدیگر. غم برای همه است. اگر یکی غمگین شد دیگران به غم او همدردی میکنند، اگر کسی رنجیدید دیگران در رنج او شریک میشوند، اگر کسی باری به دوش گرفت اونها کمک میکنند. همه با همند، همه یک دلند، همه یک دستند. این جامعه ای که همه یک دلند، همه یک دستند، این جامعه اون جامعه اسلام ابراهیمی است. این جامعه جامعه اسلام محمدی صلی الله علی محمد و آل محمد. اونهایی که دوست دارن جامعه اسلامی جامعه در گیر جنگ بشه، در گیر اختلاف بشه، این فرقه با اون فرقه بجنگد، این فرقه با اون فرقه به ستیز درآید، این اسلام اینان اون اسلام اعرابی است. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اینا اسلامشون اسلام به زبان است، اسلام اعرابی است، اسلامی است که در این اسلام اطاعت نیست، اسلامی است که در این اسلام تسلیم به امر خدا و رسول نیست، اسلامی است که خدا فرمود و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا ثم یتولی فریق منهم من بعد ذلك و ما اولئک بالمؤمنین. مؤمن نیستن در منطقه قرآن کریم، در منطقه اسلام. ما جامعه اسلامی من به حمدالله جامعه اسلامی واحدی است، چون مبتنی بر سمعنا و اطعنا است. اون روزی که ملت ما قیام کرد، اون روزی که انقلاب صورت گرفت،
که در این انقلاب همه ملت شریک بودن. حرف ما چه بود؟ حرف ما در انقلاب چه بود؟ امام بزرگوار ما شعارش چه بود؟ امام بزرگوار ما بر علیه چه چیز قیام کرد؟ ملت ما به رهبری امام بر علیه چه چیز قیام کرد؟ بر علیه تخلف از احکام الهی، بر علیه نافرمانی خدا، بر علیه دین اجنبی بر مملکت حاکم کردن، بر علیه قوانین اجنبی بر مملکت حاکم کردن، بر علیه عدم پیروی از احکام اسلام. چه میخواستیم؟ پیروی از اسلام رو میخواستیم، پیاده شدن احکام اسلام رو میخواستیم. وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی رو مردم در فروردین ماه 58 گفتند آری، یعنی قانون اساسی اسلامی میخواد. یعنی رهبری ما باید رهبری باشد که رهبری عادل، رهبری مؤمن، رهبری پایبند به احکام دین، رهبری که پرچم اسلام رو بر عهده بگیرد و دفاع از پیاده شدن احکام اسلام رو به عنوان برنامه اصلی خود قرار دهد. این نعمت رو خدای متعال امروز به ما عنایت فرموده است. به حمدالله این کشور، این مملکت امروز مملکتی است که وحدت این مملکت وحدت مبتنی بر اسلام ابراهیمی است. گروه‌هایی که امروز دعوت به تفرقه می‌کنند، چه اونهایی که تحت پرچم اهل سنت بخوان این کار رو بکنن و با ادعای تسنن و حمایت از اهل سنت، چه اونهایی که امروز به عنوان حمایت از تشیع یا پرچم اهل بیت و امثال اینها تحت این عنوان بخوان تفرقه رو در جامعه اسلامی گسترده کنند. هر دو گروه از پیروان اسلام اعرابی هستند که آقا فرمود، مقام معظم فرمود اسلام آمریکایی و تشیع انگلیسی. هم اسلام آمریکایی هم تشیع انگلیسی، اینها در حقیقت دو آرم، دو عنوان، دو نام برای جریان‌هایی است که نام اسلام رو به زبان میبرن. حالا چه اسلام رو به نام تسنن یا اسلام رو به نام تشیع نام ببرن، نام اسلام رو به زبان می آورن، ولی تلاششون در ایجاد تفرقه بین مسلمین است. امروز به خوبی، به روشنی همه کس می‌بیند که انگلیس کارش ایجاد تفرقه است، آمریکا کارش ایجاد تفرقه است. خود آمریکایی‌ها اعلام کردند که ما داعش رو ایجاد کردیم، خودشون اقرار کردند که القاعده رو ما تأسیس کردیم. نه، اونا اقرار میکنن. همه میدانند روابط این رهبران اینها رو با دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس امروز برملا شده. اینهایی که امروز به نام تشیع بر علیه مقدسات اهل سنت با اصرار، ببینید اینایی که امروز تو بعضی رسانه‌ها میان اهانت میکنند به مقدسات مسلمین، مقدسات اکثریت جوامع اسلامی، اینا اصرار بر این کار دارن، یعنی برنامهشون اینه و هدف از این کار هم ایجاد جنگ در جامعه اسلامی است. اینا همه هوشیار باشه، اینا شیعه نیستن. ما کرارن اعلام کردیم، هم در مصاحبه ها، هم در اعلامیه ها، هم در موضع گیری های بسیار روشن که اینا نه از شیعه هستند نه از سنی، نه اونها که به نام اهل سنت بر علیه شیعه سخن میگویند، نه اونهایی که به نام شیعه بر علیه اهل سنت. نه اونها سنی اند و نه اینان شیعه. اینان هر دو پیروی از یک خط سیری و از یک سیاستی میکنن که این سیاست امروز دیگه برملا شده. اگر یه روز این سیاست پنهان بود و اگر روزی پشت سر این سیاست بودن انگلیس و آمریکا بر همگان آشکار نبود، امروز که آشکار شده. امروز معلوم است که چه پولهایی پشت این هاست. میدانید، آیا میدانید، اینو بگم به دوستان من، مخصوصا دوستان اهل سنت من، آیا میدانید پولی که به وسیله اون ماهواره هایی که نام تشیع روشونه، مثل امام حسین، نام امام حسین ها، این ماهواره های از این قبیل که تلاش در توهین به مقدسات اهل سنت دارن،
تلاش در ایجاد تفرقه دارن، پولشون رو عربستان سعودی میدهد. این رو ما با مدارک عرض میکنیم، نه همینطوری. همونطور که پول اون ماهواره هایی که تحت نام اهل سنت بر علیه شیعه سخن میگویند از عربستان سعودی و امارات تأمین میشه، همین به همین نحو اون ماهواره هایی که به عنوان شیعه اهانت به مقدسات اهل سنت میکنن، بازم اونها پولشون رو عربستان سعودی و امارات تأمین، تنها به منظور ایجاد دشمنی بین جامعه اسلامی، تنها برای ایجاد جنگ. چگونه میتوانند نیروها رو بسیج کنند که در عراق به جنگ بپردازند با هم دیگر؟ از این طریق یه روز یه بلوایی رو به نام داعش رو هم میاندازن، یه روز یه بلوایی رو به نام یه گروه شیعی دیگر، فقط برای ایجاد بلوا. این رو خوب هوشیار باشیم، مردم ما متوجه باشن. من به جوانها مخصوصا سفارش میکنم، جوانهای عزیز هوشیار باشید. امروز دیگه ما اجازه نداریم، خدا ما رو نمیبخشد، معذور نیستیم از اینکه آشنا با این توطئه ها نباشیم. باید آشنا باشیم، هوشیار باشیم که البته چنین هم هست. همین اجتماع عظیم شما امروز در اینجا نشان دهنده بالاترین میزان هوشیاری شما و هوشیاری ملت مسلمان ایران، از شیعه گرفته تا سنی و از همه اقشار این ملت بزرگ است. من در آخر ضمن تشکر مجدد از همه شما، از همه برگزار کنندگان این برنامه بسیار ارزشمند، این دو نکته را عرض می‌کنم. نکته اول این که ما معتقدیم اهل سنت ایران یک فرصت بزرگ برای ایران و برای جمهوری اسلامی هستند. فرصتند. این فرصت یعنی این فرصت که میگم فرصت به چند دلیل. اولا بهترین پل بین جامعه ایران و بین جوامع اسلامی، این جامعه 1 میلیارد و فزونی که ما در تمام جهان داریم، یکی از بهترین پل‌های ارتباطی جامعه اهل سنت ایرانند. جامعه اهل سنت ایران برای ما یک فرصت بسیار ارزشمندی است. لذا است که باید به جامعه اهل سنت ایران به عقیده ما باید ارج این جامعه رو و جایگاه این جامعه رو خوب شناخت و قدرشناس این جامعه ارزشمند بود. این یک نکته که به طور کل باید در سیاست‌های کلان مملکتی این نکته در نظر گرفته بشه که اهل سنت جامعه ما یک فرصت گرانبها در اختیار انقلاب و در اختیار کل کشور و کل مملکت اسلامی است. دو، خصوص بلوچستان، استان بزرگ سیستان و بلوچستان که بزرگترین استان کشور ماست. استان سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از مهمترین فرصت‌های رشد و جهش فرهنگی و اقتصادی مملکتمان میتواند به شمار آید. و این را عرض کنم که اگر ما کشورمون، همیشه اسلام از ایران به همه شرق آسیا رفته، همه تون میدونید، همه شما، همه کسانی که با تاریخ اسلام در آسیا آشنا هستند میدانند که تمام آسیا اسلامش رو مدیون اسلام ایرانیان است و عمده اون راه بزرگ یا اون شاهراه عبور اسلام به آسیای بزرگ استان سیستان و بلوچستان بود. استان سیستان و بلوچستان این شاهراه بزرگ عبور اسلام به همه آسیا است. ما می توانیم از این شاهراه بزرگ هم برای عبور فرهنگ اسلامی انقلاب، هم عبور توانمندی‌ها، امکانات و این همه استعدادی که در کشور ما هست از کانال سیستان و بلوچستان برود و از همین کانال هم دریافت کند اون چرا که نیازمندی ملت ماست. ملت ما میتواند با استفاده از این امکانات عظیم و از این استعداد و ذخیره‌ای که در استان سیستان و بلوچستان هست در تشکیل عظیمترین پایگاه اقتصادی تو آسیا در این منطقه استفاده کند.
من یقین دارم که انشاءالله به تدریج و با همت دولت مردان ما، با همت مردم سخت کوش ما در استان بلوچستان، استان سیستان و بلوچستان در کل، می توانیم در آینده شاهد بشیم که استان سیستان و بلوچستان بشود یکی از مهمترین اقطاب اقتصادی کل آسیا، با توجه به اینکه امروز آسیا می رود که به تدریج بشود قطب اقتصادی جهان. امروز اگر دیروز غرب ثقل اقتصادی جهان رو به خود اختصاص داده بود، امروز به تدریج این وزنه در حال به تدریج منتقل شدن به نفع آسیاست. امروز به تدریج آسیا دارد به عنوان مهمترین و سنگینترین ثقل اقتصادی دنیا معرفی میشه و استان سیستان و بلوچستان میتواند در این تحول بزرگ نقش محوری و اساسی داشته باشه. از همه شما متشکرم. از جناب شیخ الاسلام مولوی عبدالحمید بسیار متشکرم. این همه زحمت، این همه تلاش، این همه اقدامات ارزشمندی که اینجا انجام گرفته جای تشکر داره. از همه علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان تشکر میکنم. از علمای شیعه این استان بسیار متشکرم که اگر نبود این وحدت و یکدلی بین علمای شیعه و سنی این استان، ما شاهد این وحدت و یکدلی نبودیم. شما رو بر این وحدت و یکدلی من تبریک میگم و از خدا میخواهم که انشاءالله رحمتش رو بر همه شما، بر همه ما نازل کند و انشاءالله شاهد روزهای بسیار پربرکت و خوش و خوبی برای ملتمان، برای استان بزرگ و عظیم سیستان و بلوچستان و همه شما باشیم. از استاندار محترم، از همه مسئولین بزرگوار، از نماینده محترم امام و مقام معظم رهبری در استانمون حضرت آیت الله سلیمانی که تلاش‌هایشون بسیار جای تقدیر و تشکر دارد، صمیمانه متشکرم و برای همه شما دعا میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تکبیر. قاری سخن از من